پلیس ضد شورش در گرجستان در پراکنده کردن تظاهرات نزد بینای پارلمان این کشور از تیرهای رزینی و گاز اشک‌آور استفاده کرده است. به اعتراض بیگاهی پنجشنبه اشتراک وکیل پارلمان روسیه سرگئی گاوریلوف در جلسه اسامبله بین پارلمانی دو کشور سبب شده است. سرگئی گاوریلوف پیش از سفر خود به گرجستان گفت از اعتراف ابخازستان و اسیدیه جنوبی همچون قلمرو روسیه جانبداری میکند. طبق اطلاع منابع بیمارستان گرجستان در حادثه 10 نفر از جمله کارمندان پلیس آسیب دیدند. بیگاهی روز پنجشنبه نزدیک 10,000 آدم در نزد بینای پارلمان گرجستان جمع شدند. اعتراضگران طلب داشتند رئیس پارلمان و وزیر امور داخلی گرجستان استعفا دهند. رئیس پارلمان ایراکلی کوباخیدزه الکی گفت که از مقامش استعفا دادنی نیست. پس از آنکه اعتراضگران از نزد بینای پارلمان به عقب رانده شدند، پلیس تلاش کرد که آنها را از خیابان‌های اصلی تبلیسی نیز دور کند. اما اعتراضگران به مقاومت خود ادامه دادند و پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد. بسیاری از اعتراضگران تلاش کردند که خود را از گاز اشک‌آور توسط نقاب‌های طبی و بستن دهان و بینی خود با لباس‌های خود محافظت کنند. به نوشته رسانه‌ها اعتراضگران سپرهای محافظتی شماری از کارمندان پلیس را از خود کردند. داوید سرگنکو مشاور نخست وزیر گرجستان گفته است که در این حادثه بیش از 70 نفر، 39 مأمور پلیس و 30 غیر نظامی با جراحت‌ها به بیمارستان انتقال یافتند. این شرمندگی بزرگ و تحقیر به جامعه گرجستان است که از طرف حکومت گرجستان کرده شد. اشغالگران روس دشمنان این کشور در کرسی رئیس پارلمان نشستند. سروزیر گرجستان نیروهای مخالف حکومت را مسئول اعتراض عنوان داده است. گاوریلوف که از جانبداران اعتراف ابخازستان و اسیدیه جنوبی همچون قلمرو روسیه می باشد، از طرفداران سرسخت پرزیدنت ولادیمیر پوتین نیز هست که بسیاری در گرجستان در نسبت او نظر نیک ندارند. گرجستان سال 2008 در پی یک رویارویی نظامی با روسیه کنترل ابخازستان و اسیدیه جنوبی را از دست داد. گرجستان و روسیه پس از جنگ رابطه‌های دیپلماتیک خود را قطع کردند. هرچند اقدامات برای برقرار و عادی‌سازی این مناسبت‌ها انجام شد، اما حساسیت و بدبینی در نسبت مسکو همانا در میان گرجی‌ها بالاست.